مادرم. انا اینش بیبی جانت. دادا بازی رو محروم نکنید. دخترم تو به او اهمیت نده. خانه خودش را صاحبی کرده نمیتواند و با بازیچه ها خانه میسازد. رشوه اون را قبول نکردم، برای همین غضبناک شده. چی شد مادر؟ در نقطه تجاری ایسانبول یک شهروند دادا رشوه چیست؟ این مرد برای خانم بزرگ دعا کنید که من این موضوع را در نزد دخترم نمیگشایم. مردم رو میترساند. حالا برای خبری مفصل‌تر هیچ گپ نیست دخترم، تو بازی رو دوام ده. تماشاگران عزیز، حالا تمام حادثه ها رو پخش مستقیم به شما نمایش دادا جون بیاید بازی رو دوام دهیم. سوزشواری بوده تا حالا آخر وعده دادید. حالا در مهمانی ما کمیسری تعییناتی مخصوص برای پاسخ دادن این سوال‌ها نوبکار در اونجا واجده. چیکار میکند؟ مردم آرام باشند. دادا در یک طرف مون بیا یک جای چنانه بازی که میبینید میکنه. تعییناتی مخصوص به جای حادثه آمده است. همه اش را تحت نظارت خود میگیریم. بینندگان گرامی، چنانه که همکار ما عرض نمود، تعییناتی مخصوص به نقطه سوزشواری ای دیوانه، کارهای لازمه را ای دیده شده. بی‌فراست. آدمی جنایتکار را یک طرف گذاشته آمده در اینجا معلومات بدهد و کارگری تعییناتی مخصوص مانندی ندارد، گویا نمایشگر باشد. خبر می‌دهیم. معیوب شده به صندلی نشستی، اما تو حالو هم در فکر کار میباشی. اشکی چشم دخترت تو رو به ننگ نمیآورد. نازیه؟ نازیه جان دخترم. عقل و هوش این آدم همیشه در بازی های پلیسی. نمی شود دخترم، با این مرد خانه آباد کرده نمی شود. انا خانم سومن، یکی از فعالترین کارمند تعیینات مخصوص می باشد. او با شما کمک برساند. سومن، دو کارمندان تلویزیون را به جای بیخط ببر. چرا به این کار تعییناتی مخصوص نخواهد نه بس نمی کند. اسیری صندلی شده است و تا حال فکر و خیالش در کارش. مادر صالح چی گفت؟ از رشوه سخن کرد؟ هیچ چیز. فکر جدا شوی شما را کردم. گفتم که از قرض و قواله شما را خلاص کنم. چی؟ تو چی کار کردی مادر؟ دخترم آخر نمی بینی؟ چند مراتبه گویم این مرد در فکر شما نیست. پابند کار است. از بحر این آدم گذرید. من خودم شما را مثل شاه دختران نگاه میکنم. برادران، مرا از جانم سر نکنید. آخر خدا نکرده یگان تحت و نپرانید ایستد. وجدانم مرا آزاد میدهد. برادر تو را میفهمم، گفتم که میفهمم. آرام باش، آرام باش. بنزین در کار بدن، بنزین. شد آرام شوید. خواهش میکنم آرام باش. همه به خبر جواب به جای نمیمانم نزدیک نشده میترکانم. سر دیهد، سر دیهد مرا سر دیهد گفتم دستم را ندار. نیشانگر من دیگر تو قد نمی کنم میروم. نرو برادر، تو کجا میروی؟ سر دیهد دستم را سر دیهد گفتم. سر دیهد سلاح را به من ده. سر دیهد شد بس، فرمان در دستی توست. یگان کار کن آخر. نگران نباش، در فکرش هستم. اقرب دو، آرام. من گناهی نکردم. آنجا 3 نفر نخواد که امری پراندن دیدی. آخر میگوید که عارف از 10,000 متر میپراند. کنی پران. بیشرف. صدیق، پاپا گرد. شما چی کار میکنید؟ را من دلم خدا میکنم.
اقرب 2 اقرب 1 ایستید نپرانید ازدحام زیاد است همه جا پر از بنزین دیگر ایلاش نیست حالا پراندن نوبتی دوست اقرب 3 اقرب 1 من نزدیکم میپرانم اقرب 3 صبر کن اقرب 2 میپرانم مادام که این خیل باشد خدایا با عارف مدد کن التجا میکنم دست من دست خودت به حرمت حبیبت کامیابم کن رفیقان یکم کس رو نزدیک شدن نمانید روزنامه نگاران را نیز راه ندید یکم کس رو نزدیک شدن نگذارید نوار و عکس گرفتن ممنوع است بولتا برادر چیکار شد؟ یک سلاح را از دست این آدم گرفته نتوانست من طاقت همش گذشت اینجا با من ده همش گذشت اقرب 3 فوراً به مکان حادثه ماشین یاری تاجری روان با خونه ما چی شد؟ خانه‌مان از پیش نزدیک زیباتر میشد نگران نباش آیا باز یک جای شاد و خرسند نشویم؟ میشویم دخترم وعده میدهید؟ دخترم وعده میدهم با باغ هم میرویم؟ میرویم دختر جانم آیا مادرم نیز همراه ما با باغ میروند؟ میرود دخترم آیا بی مادرت میشود؟ آره نباشه در آنجا پخت قند میخوریم البته میخوریم دخترک زیبا یکی من میخوریم دادا جون برادر البته چی شد؟ گوش کن تمامی بدنم بوی بنزین میکند وای بنزین رو به پول گرفتم گو ها؟ اکنون تمام زمستان خود را گرم میکنی گوش کن یه برای دیزل میگیریم بعد برابر تقسیم میکنیم برابری افرمیتیکا برابری افرمیتیکا؟ چی؟ برابری اریفمتیکا میگوین اریفمتیکا سفسطه را بس کنید امروز شاهین گفتنی آدم عارف را مجبور ساخت که او را پراند این نوبکار چه خصومتی دارد؟ همیشه سری ما رو در بلو میموند امروز وقتی که سرداری رو به عهده‌اش گرفت یک بار از بله وقتی که نوارگیرها را دید عملیات را به نمایش مبدل کرد خدا رحم کرد اگر نقطه سوزشواری میسوخت پس چیکار میکردیم در نزد نواربرداران شرمنده میشدیم جان یکیش خیریت سرداری تعییناتی مخصوص میباشد اصلا من برادر پریشان مینمایی از برای خدا باز به یگان حادثه ناخوش دست نزنی در نزد نوارگیرها در حقیقت در این گروه همه فداییان تو نگران نباش من منتظر رفتن نواربرداران هستم خانم سمن هم یکی از آن چرا کرد؟ شوی خریگر اش رو کرد منتظر رفتن آنها میباشیم بگذار درویم نوار گیرم با اکای ساله نشان میدیم ای اگر اکای ساله میشد که ها این مرد سلاح به دست را آرام میکرد برادر اوز ما باید بریم اکا بسیار مهارتی خوب نشان دادی از بین این قدر آدم نوبت من نیافتم جان اکا خدا با من کمک کرد راست اکا تو دانسته به دستی او پراندی یا کشتنی بودی و تصادفا به دستش رسید این چه سوال است آن مرد دعا کند که اکای عارف با انصافانه رفتار کرد
این تر نگو ظریف. عارف آیا همین کلمه بود؟ تشکر برای کمک. شاهین چه مشکلی داشته باشد؟ من مشکلی او را نمیدانم. وقتش که آمد همش را میفهمانم. بیاید بهترش برای این مرد بیچاره کمی خیر کنیم. معلوم که شرایطش آنقدر خوب نیست. مرحمت کرد. کاکی سامان با تو گپ دارم. مرا سرده. با تو گپ زدن نمیخواهم. هر چیزی که میخواهی من راضی، فقط مرا گوش کن. باوریم نمیآید. اگر خواهی در مسافه زیاد از بین 3 نفر شخصی در هدف بودت را مییابی. سلیم چی خیلی شد که در مسافه کوتاه قربانی تیری تو شد؟ تو گفتنی هستی که یعنی گمان داری که سلیم را من کشتم؟ دیده و دانسته کشتم؟ نمیدونم. باید این را تو خودت فهمانی. اگر تو این خیلی فکر داشته باشی پس حاجت به فهمانیدن هم نیست. آفرین، جناب شاهین به گوشت خوب خوانده است. پس ما چی میشویم سومن؟ آخر ما یکدیگر را دوست می‌داریم، مگر همین طور نیست؟ همیشه تو را دوست داشتم. فقط تو را میفهمی. فقط تو را. من هم تنها تو را دوست داشتم سومن. عشق من هر لحظه زیاد میشد. تنها تو را دوست می‌دارم. وقتی که سلیم مرده بود تو از این مکتوب بی‌خبر بودی عارف. این نامه تو را سفید نمی کند. مرا با سفید کردن خودت اثبات کن. سومن گوش کن. سلیم برادری من بود. آیا من می توانستم برادری خود را؟ سلیم مرد عارف، مرد. مرا هم فراموش کن. عشق ما امکان ندارد. تخم عشق به دل ما شاید پاشیده شده بودم. ما این تخم در دل من نسبزید. حالا باشد مرگ سلیم برای تو سوالهای زیادی رو و میان آورد. سومن حقیقت هم مثل فصل سال است. موسیمش که آمد خودش روشن می شود. عارف حالا موسیمی تیرم است. برای من همش مثل برگ خزان یک یک می ریزم. و من اگر زورم آید هم کارم را می کنم. الوداع. سومن دخترم
چیزهایت جایگیر شدن؟ جایگیر شد جایگیر شد. اگر خواهی حجره دیگر رو نیز استفاده بر همش جایگیر شد. تشکر. فقط لباس های نازیمون. فهمو. آقای صالح، اکنون تو میتوانی به حجره زیبای خودت گذاری. مادر سعادت بس کن جمع گیر کنی رو. از اینجا می رویم. در زمستانی سر در اینجا زندگی کرده نمی شود. بس است اینقدر عذاب و مشقت. تو حتما می روی. اما دختر رو نبیرم به کجا می روند؟ به کجا می روند؟ به خانه خودشون. نه این خیل نمی شود. اکنون آنها از آن من می باشند. می بخشی و تو قوت نگاه و بین کردن آنها را نداری. خدای توبه. مرا گوش کن. تو از اینجا به آنجا به زور می روی. تو چه خیل دختر رو نبیره مرا نگاه و بین می کنی؟ این آدم ما را می کشد. عجلمون در دستی اوست. مادر اگرچه پایهایم معیوب شده باشند دستهایم بیکار نمی ایستند خانم گلرو. ای باوریم نمی آید. با این حال گرفتار شدیم. در خانه هم به سوی من سلاح برداشت. این آدم دیگر اصلاح نمی شود. مادر یک دقیقه ایستو. صالح چی کار میکنی؟ به چشمانم باور نمیکنم. سوال داد که چه خیلی محافظت میکنی؟ من باشم این را نشان دادم. دخترم بیا زودتر بیا. آیا نمیبینی که پدرت به سوی ما سلاح برداشت؟ دادا چی شد؟ بس کنید. همینش کم بود که دخترم رو بر ضد پدرش میشورانید. از برای خدا سلاحت رو دور کن. ادوکات رو روان کردید تا به من پاره داده همسرم رو از من جدا کند. من آن پول رو رد کردم. شما به جای آیله امان رو یک جا کردن اون رو پراکنده میکنید. تو جدی میگویی؟ پلیس رو جیغ میزنم. تو رو از اینجا دفع میکنن. جیغ زنید. اگر خواهی تلفنم رو دیم راست شما رو با مدیر پیوست میکنن. بی تربیه. این دولت قانون دارد. اگر تمام کارمندان حرکت مخصوص آید هم اینها را از دستی من گرفته نمیتواند. من در حقیقت دلها رو آرام میکنم. مرحمت. چه حال داره دوستم؟ کارهایت چه خیل؟ اگه چه خیل آن نابکار رو از بین آنها جدا کرده پراندی؟ تعریف عیب باشد هم من هم در مکتب میانه در پراندن ماهر بودم. خیل؟ کمانهای ما برای مسافه های نزدیک بود. اما با این کمانها با چشم حشرات هایی که در بالای برگ درختان بود میزدم. باور کن با خدا قسم میخورم. خیر با خدا قسم میخورم. ای آخر فلسفه حیات من گشتن و تماشا کردن میباشد اکا. با خدا دوستم چای بسیار خوب شده است. میدونید چی؟ حربی چای رو بسیار خوب تیار میکند. نوش جان شود. میدانم دوستم. سلامت باش. مرحمت. اگر امضا کنید در حق سردار عارف پرونده جنایی باز میکنیم. پس اگر پرونده جنایی آغاز یابد وظیفه‌اش چی میشود؟ شخصی که پرونده جنایی دارد تا معلوم شدن جنایت از وظیفه سبکدوش کرده میشود. یعنی قرار بس میکند؟ تا معلوم شدن حقیقت بس میکند. تمام. سلام علیکم. و علیکم السلام. میبینم که استای درجه اول شهری عرفه باز مشغول کار است. استحصال چین، مواد ترکنده، اینها را سنجیده ایستادم. اکنون کار همین خیل می شود. سیستم عجایب دارد. بسیاری ها طرز استفاده آن را نمیدانند. اما با گمانم که من حل آن را یافتم. آخر از چشمان تو خردترین ذره هم پنهان نمیماند برادر. تو چه حال داری؟ در میان 4 دریا تخته بندم کردند. باز میگویند که دامن تر نکن هوشیار باش. خدا مددگاری حقیقت جویان است. چرا نمیپرسی که چی شد؟
ای بوی جگری سوخت عالم بگرفته گر نچمیدی زهی دماغی که تو راست. آدمی که جگری سوخته دارد و شمال بویش را میارد حالش را پرسیدن شرط است مگر؟ سلامت باشه برادرم. ظریف چی؟ بیا یک جای به مکان حادثه برویم. شاید در آنجا یگان دستگاهی نوار پیدا شود. در خود میرویم برادر. سامان میدونی چی؟ هر وقتی که گل خودروی کوهی را ببینم تو به یادم میایی. هر وقتی که یگان گل را بوی کشم بوی تو به مشامم میزند. لابای سومن دخترم، من مادرت حفیظه، زنی که چشمانش نمیبیند. گوش دارم مادر. چقدر سورپریزی است. دخترم دیشب تو را در خوابم دیدم. به تو خبری مهم دارم. کو سراغت را گوی؟ مایلش خوب شده است مادر جان. خیابان گل؟ اناکنون با تو بازی میکنم دختر جانم. مایلش بازی میکنم؟ البته با شما بازی کردن رو بسیار ناز میبینم. دادا چقدر بازی میکنیم؟ دخترم بازی از خانه گریختن. زودتر رفته از حجره ما یک چند لباست را گیر. پیغام کس خبر نده. یک جای برآمده میرویم. یعنی چه؟ پنهان شو کن؟ ها با تو پنهان میشویم. کسی که خوب بازی کند آن کس غالب میشود. یعنی کی ما را مییابد. من بسیار خرسندم. دادا جان تشکر که با من بازی میکنید. زودتر به اجازتی مادرش دختر را دزدیده است. آقای پلیس وقتی سخن جدا شدن را شنید دیوانه شد. به سوی ما سلاح کشید. شما یکم فکر نکنید. تنها انتظار شوید. در حال پلیس ها رو روان میکنم. بسیار میترسم. بیشترم التجا میکنم زودتر شوید. زودتر شوید. گوش کن دختری زیبایم. چنان خواب دیدم که درد سرم شد. اگر به تو نقل کنم راحت نمی کنم. تو را در خوابم پریشان دیدم دختر جانم. التجا می کنم. می دانم که خودت بسیار غم و غصه داری، اما التجا می کنم پسری دیوانه مرا صاحبی کن. درد و غم او را برطرف کن. آیا این بچه دیوانه تو را غمگین می کند ها؟ نه مادر جان، نه نمی کند. دختر جانم این خیل باشد بسیار خوب. در خوابم دیدم که تو خاک و غیشت میخوردی. چی؟ من صاحبی نبیره میشوم؟ نه مادر جان، این خیل نیست. دخترم وقتش که آمد همش نغز میشود. خیر من میروم. نوارگیرک های پلیس از این منطقه خیلی دورند. باید امیدمون را از آنها کنیم. اینهای دیگر چی؟ راستی نمیدانم. به گمانم این نوارگیرک ها کاری ما را تمام نمیکنند. این دکان چی؟ آیا در آنجا کامیرا بود؟ رفتم میپرسیم. رفتیم. یگان کس ما رو ندید دخترم؟ نه دادا یگان کس ندید. بسیار خوب رفته ایستاده است. اگر از این گردش گذاریم کار حل می شود. از آنجا با تاکسی سوار می شویم. دادا چی شد؟ چی دستگیر شدیم؟ دخترم نزدی من بیا. از من جدا نشو.
آقای پلیس انا همین کس او را دستگیر کنید نبیرم رو دزدیده است خانم آرام شوید این آدم نبیره ما رو دزدیده است کمکم کنید دختر را از دست او گیرید التجا میکنم عارف سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. روز بخیر. مالش من بعد زنگ میزنم. مرحمت برادران. راستی گپ من نمیدانستم که در اینجا سودا میکنید. خیر بلا با پسش. به این هم برای خرید کردن آمده. اگر سراغ پرسی من به این خلکارها سر و کار ندارم. این خلکارها رو بسیار بد میبینم. تو اونقدر مهمان نواز نبوده ای برادر. حتی سلامی ما رو الگ نگرفتی. در اینجا صدها جنایتکاران زندگی میکنند و بسیار علفهای نادر در این جنگل میروید. در آبهای اینجا باشد تیمساهای خطرناک است. از خود نرم. نه من این برنامه را دوست نمیدارم. بر رفیقم نیز معقول نیست. بله اکا جان گوش کن محترم ما از امنیت وقتمون کم و ما قیدی نوار لازم است برادر در اینجا یگان خیل نوار پوار نیست گوش کن اول اینکه من برادر تو نیستم بعد بالای در نوارگیر گذاشته و من قیدی نوار لازم است اینها رو میگویی بله عیناً همان را قیدی او در پس جاگیر میباشد چرا به شما لازم شد حاضر این نوارها را تنظیم نموده فیلم میکنیم و بعد تو را به فستیوال سینماگران میفرستیم نباشد من رفته برای شما آن رو میار زحمت میشود برای ما چای لازم نیست ما چای نوشیده آمده ایم این چه خیل آدم است این قدر انسانی پس بوده خداوند لابай мехоҳӣ бо қотили шавҳарат шинос шавӣ алло ту кисти қотили шавҳарат далелҳои мавҷуд бударо неҳс мекунад агар дарҳол ба макони кушта шудани салим равӣ мақсадро мефаҳмӣ алло ту кисти دختری شما؟ بله به روزگی مادرش شما نیت دختر رو به گرو گرفتن داشته؟ برادر نخواد که انسان دختری خودش رو گروگان گیرد عالی جناب در حال دختر را سر دهید سوله دخترم روزیم سعادت آرام شو خانم مادر این دختر می باشند بله آقای پلیس این آدم دیوانه شده است و همه ما تهدید میکنند نبیرم را از دستی او گیرید او را سر ده و دختری من نرس دخترک باید با من برود و تو میگویم دخترم را سر ده عالی جناب خودتان را به دست گیرید دخترم چی کار میکنی سوله نرم این آدم دیوانه شده پلیس دخترم را نجات میدهد به فرمانی من یگان کس تیر نپروند فهما نپرونه دخترم صدا نکنید دخترم بیار دخترم نترس دخترم من نگفتم که نپرونه بیازیم اکا شما خطا میکنید تو اول رفته کارت رو خوب بیاموز بعد آمده مرا گپ نشان ده توجه نکنید سلاحتون رو پرتوید دخترم برادر من از اینجا همراه دخترم میروم اجازت نمیدهم آرام شوید سلاحتان رو پرتوید مصلحت میکنید آیا تو با من مصلحت میکنی؟ اگر لازم شود یگان کسی دیگر رو جیغ میزنم لیکن شما سلاحتان رو پرتوید نباشد کارها شتاق تو باید تعیینات مخصوص را جیغ زنی اکا بگمانم که شما همکاری ما میباشید تو با اونها زنگ بزن
بگو که سردار صالح خودش رو اسیر گرفته است، خودش رو میپراند. پس کی بودن این مرا به تو میفهمانند؟ صالح نمیدونه چی کار میکنی؟ صالح چی کار میکنم؟ صالح نگران نشو، همش خوب میشود. نگران نشو.